سه خبر تازه و مهم از رئال مادرید. خبر اول در مورد دنی کاراخال، مدافع راست و کاپیتان 34 ساله از تیم هست. طبق گزارش روزنامه مارکا، مدافع 34 ساله در برنامه‌های آقای آربلوا جایی نداره و از طرف دیگر رئال مادرید هم علاقه به تمدید قرارداد از بازیکن در پایان فصل نداره. قرارداد دنی کاراخال تا 30 ژوئن 2026 تا پایان همین فصل اعتبار داره. مدافع 34 ساله‌ای که از سال 2013 به این طرف در ترکیب رئال مادرید بوده، از یک مقطعی در بایر لورکوزن حضور داشته. اصلیت این بازیکن از لافابریکا از اکادمی باشگاه رئال مادرید آمده، یک مقطعی کوتاهی در بایر لورکوزن بوده، اما بعد از سال 2013 در ترکیب رئال مادرید بوده. از ابتدا جایگاه مشخص و مطمئنی نداشت، اما بعد از او جایگاهش در رئال مادرید بعد از سال تا اینه که بازبند کاپیتانی را هم در رئال مادرید از آن خود کرد. دستاوردها و عناوین بسیار مختلف را در طول چند سال گذشته در رئال مادرید آورده و یک بازیکن است که نماد باشگاه تلقی میشه. ولی خب فصل گذشته این بازیکن مصدوم شد. فصل گذشته قراردادش به پایان رسید، اما رئال مادرید برای حمایت از کاپیتان خود در حالی که این بازیکن مصدوم بود، یک سال قرارداد از این تمدید کرد تا 30 ژوئن 2026. ببخشید. خب جنبندی نهایی رئال مادرید این است که دیگه جای در برنامه‌های رئال مادرید نداره و هدفش از تمدید نشدن قرارداد دنی کاراخال هم این است که میخواد یک تغییر و تحول یا جوانسازی را در خط دفاعی خود در واقع ایجاد بکنه که یکی از مراحلی که باید قربانی شود طبیعتاً دنی کاراخال خواهد بود. و یک نکته دیگر هم خدمت شما به عرض برسانم که سیاست رئال مادرید است که بازیکنانی که در 30 سالگی میرسه از بعدش قراردادهایشان سال به سال تمدید میشه و طبق عملکردشان در زمین ارزیابی میشه و بعد از او تمدید میشه. اگر بازیکنی در 30 سالگی برسه که عملکردش از او به بعد خوب نباشه، خب تمدید نمیشه. اگر عملکردشان خوب باشه، فوق العاده باشه، حتی سال به سال تمدید میشه. امیر خم تقریبا همه استاره ها امیر خمی بوده دیگه، از تونی کروس و لوکا مودریچ هم حتی که بگیریم امیر خمی رفته و به ندرت خیلی کم بازیکنان بوده که 2 سال تمدید کرده، اما اکثریت بازیکنان بعد از 30 سالگی در رئال مادرید سال به سال تمدید میشه، چرا که تمدید طولانی مدت یا یک قرارداد بلند مدت را هرگز نمیخواد، چرا که سیاست باشگاه نیست دیگه. حالا به احتمال زیاد دیگه پایان دوران دنی کاراخال، یکی از نسل‌های گذشته رئال مادرید، هم احتمالاً در پایان همین فصل رقم بخوره و ببینیم که چی میشه دیگه، چون در دفاع راست امکان داره هم تقویت شود و الکساندر آرنولد گویا که در برنامه‌های اصلی آقای آربلوا جای داره. خبر دیگر در مورد براهیم دیاز، بازیکن 25 ساله و مراکشی از این تیم هست، بازیکنی که تا 30 ژوئن 2027 با باشگاه رئال مادرید قرارداد داره، اما رئال مادرید با توجه به عملکرد خوبی از این بازیکن در ترکیب زیر نظر آقای آربلوا تصمیم داره قرارداد از این تا 30 ژوئن 2030 تمدید بکنه. دلیل تمدید قرارداد براهیم دیاز چند نکته اساسی میتونه باشه. یکی خب این که گویا که براهیم دیاز از باشگاه‌های پیشنهاد داره و میخواد که قرارداد از این بلند مدت بکنه و از دست باشگاه‌های دیگر این را دور نگه داره. موضوع دیگه ای است که این بازیکن در 3 پست میتونه بازی بکنه، یعنی در بخش هجومی میتونه در 3 پست بازی بکنه. پست تخصصیش وینگر راست است، میتونه وینگر چپ هم بازی بکنه، هافک چپ هم میتونه بازی بکنه، هافک راست ببخشید هم میتونه بازی بکنه. یعنی این مزیت را داده که رئال مادرید قرارداد از این را تمدید بکنه. 25 ساله هست، بازیکن جوان و همیشه وقتی در زمین بوده عملکرد خوبی داشته، یعنی 70 تا 75% عملکرد براهیم دیاز زیر نظر مربی‌های مختلف قابل قبول بوده. بازیکنی که سابقه بازی در منچستر سیتی هم داشته، به گونه قرضی به میلان را هم داشته و این بازیکن در سال 2019 با رقم 17 میلیون یورو در پنجره زمستانی برای رئال مادرید پیوست. دوستان گرامی، یک نکته دیگری که رئال مادرید آخرین بازیکنی را که در پنجره زمستانی جذب کرده همین براهیم دیاز بوده که در سال 2019 با 17 میلیون یورو جذب کرده و از اون به بعد دیگر در پنجره زمستانی رئال مادرید بازیکنان بسیار بزرگ را جذب نکرده و تقریبا 7 سال میشه که رئال مادرید در پنجره زمستانی بعد از براهیم دیاز دیگه هزینه نکرده. بازیکنی است در خدمت تیم هست، همیشه تلاش خود را کرده، بدون حاشیه بوده، اگر روی نیمکت بوده هم اعتراض نداشته، در داخل زمین هم تلاش خود را کرده، در خیلی از مواقع
بازی را هم در آورده. واقعا یک بازیکن است که فکرش به بازی است، بسیار کم حاشیه هست و من فکر میکنم که اکثریت طرفداران رئال مادرید هم میخواد قرارداد از این تمدید شود، گرچند که در همون پستی که ابراهیم دیاز هست 4 بازیکن دیگر وجود داره. رودریگو گویز است، آردا گولر در اونجا هست، فرانکو ماستانتونو میتونه در اون نقش بازی بکنه و ابراهیم دیاز هم که حضور داره. 4 بازیکن در یک پست، واقعا نشان میده که ابراهیم دیاز بازیکن بسیار خوبی است و توجه آقای پرز را واقعا به خود جلب کرده. خبر دیگر در مورد کریستیان رومرو، مدافع میانی و آرژانتینی باشگاه تاتنهام انگلیس است که بر رئال مادرید لینک شده است. طبق گفته برنامه ال چرنیگیتو، رئال مادرید به دنبال جذب کریستیان رومرو، مدافع 27 ساله و آرژانتینی تاتنهام است. بازیکنی که تا 3 ژوئن 2029 با باشگاه تاتنهام قرارداد داره. پست تخصصیش مدافع میانی هست، 27 سال همونطوری گفتم سن داره و در یک فصل مبلغ 10 میلیون یورو هم دستمزد میگیره. مدافع بسیار متعصب هست و در خدمت تیم هست. در تاتنهام آنقدر واقعا به مو پستش به مو تیمش تعصب داره که در همه بازی ها میبینیم کریستیان رومرو دیگه واقعا همون رقم که در تیم ملی فوتبال آرژانتین میجنگه برای تیم ملی کشورش، در تاتنهام هم همون رقم یک مدافع متعصب برای تیم است. خب بعضی خبرها حاکی از این است که حتی رئال مادرید امشب که تاتنهام با نیوکاسل یونایتد بازی داره کدام کس را فرستاده گویا در انگلیس که بازی از زیر نظر بگیره و ایره در واقع آمارش ثبت و ارزیابی بکنه دیگه. حالا باید منتظر باشیم که چه جریان داره. ناگفتن امارات که انمی کریستیان رومرو به باشگاه بارسلونا هم چند وقت پیش لینک شده بود. بازیکنی است که من فکر میکنم دوست داره هم به بارسلونا منتقل شود و هم به رئال مادرید اگر پیشنهاد جدی از طرف دو باشگاه اسپانیایی به این برسه قطعا دوست داره که به یکی از این دو باشگاه بسیار پرطرفدار و بزرگ بپیونده. از لحاظ سن سال 27 ساله هست. دوستای گرامی میتونه حداقل تا 4-5 سال دیگر را در سطح بالای چی در بارسا و چی در رئال مادرید بازی بکنه. از لحاظ انتقال گفته میشه که 45 تا 55 میلیون یورو قیمت خواهد گذاشت تاتنهام روی از این بازیکن. طبق سایت ترانسفر مارکت البته قیمت از زیر تعیین کرده. ببینیم که آیا واقعا اول قدر میارزه یا خیر، بعد از او آیا رئال مادرید خواهان پرداخت چنین مبلغ را خواهد شد یا خیر. چرا که با تاتنهام باید اگر قرار باشه که جذب بکنه جور بیاید، به خاطر از اینکه تحت قرارداد تاتنهام است تا 3 ژوئن 2029. پس بنابراین شرط اساسی جور آمدن با خود تاتنهام هم هست، جور آمدن با خود بازیکن بر سر مسائل شخصی هم هست و ببینیم که در ادامه چی میشه دیگه. واقعا مدافع بسیار جنگنده، مدافع بسیار خوبی است. بسیار ما بازیایش خب قطعا دیدن دیگه، در تاتنهام هم دیدن، مخصوصا در تیم ملی فوتبال آرژانتین هم که چقدر متعصب و جنگنده هست. ببینیم که در تاتنهام میمونه یعنی که رئال مادرید میره، بارسلونا میره، باید منتظر باش.